گفتی قدید منه دشکه علالای، نانی مشهور منان بوچه علالای. بلده خوردانشی بیا چکای خوبشی، که لخشم قرد منه کاسه علالای. دوستای نازنین سلام. امروز من خیلی خوشحالم و در کنار از اینکه خیلی خوشحالم حسی غرور در وجودم جوش میزنه و مفهمین به خاطر چی؟ به خاطر وجود نظامی روز قشنگ. شهلا آقای امروز کدام روزه؟ روزی فرهنگی هزارگی. بله دوستای عزیز، اما رقم که شهلا آقای گفت امروز روز فرهنگی هزارگیه و ما به نمایندگی از تمام از دخترای قشنگی که در این مجلس ششتن روز فرهنگ هزارگی را بلده تک تک ستاره های هزارستان تبریک میگیم. دیگه امیدواریم از این روز قشنگ پاسداری کنین و فرهنگ خود را حفظ کنین. خب دوستای نازنین، قسمی که شما مفهمین یا اگر بلدهشم جدیدم میبینین، فرهنگ هزارگی تنها لهجه شیرین هزارگی و این لباس های رنگارنگ و لباس های هزارگی نیه، بلکه فرهنگ هزارگی چیزهای خیلی قشنگتر را در درون خود داره. بعضی از ارزش های خیلی ارزشمند را در داخل خود داره که انمی ارزش ها و این نکات های بسیار قشنگ را شاعر از ما آقای امیری خیلی قشنگ تعریف و من امو را در قالب چند بیت بلده شما بیانم. مگه که فرهنگ آزره تنا کالا گانه پیکی نیه. فرهنگ آزره تنا کالا گانه پیکی نیه، نان قورتی و حلوا و اگره آجه نیه. فرهنگ آزره رسم و رواج و کاروبار شیه، درس و مکتب طرز فکر اندیشه و گفتار شیه. فرهنگ آزره توره در لوگ چیم گفتان شیه. فرهنگ آزره توره در لوگ چیم گفتان شیه، مثل خالق دمنه میدو کمردیدان شیه. فرهنگ آزره منطق و شعور و باور شیه. فرهنگ آزره منطق و شعور و باور شیه، راه و رفتار و کردار و تورای رهبر شیه. نازنینای دل، هر منطقه هزارجات کسته دارای لهجه متفاوت، رسم و رواج خاص و فرهنگ های متفاوتی خود داره. مثلا از جمله من بیان کنم جاغوری والا که خود موضوع جاغوری یک رسم و رواج داره دختران، هم فهم شما خبری نیانین در نام چاردپال. من مرقم که زابق تحقیق کردم و بعض کسا که در باره از چیزا مفهمن پرسیدم، گفت چاردپال فقط جاغوری داره. چاردپال دخترش منام شندن مفهمن که چه رقمی موشه، یعنی چه رقم بازیه یا کلان بازی هم نیخ ولی یک رسمه. آقای فکر مو خورد بودی نمو آقیلی از مو خاطنو در چاردپال کلگیش یک جایی مشده یک دانه دختر بیری جور میکردن. آفرین. باز فکر نم دمانه یک دانه افتوی ارمینی او مینداختن، باز کلگی انگشتری اخ مینداختن نمونیزو. باز بیری یک دانه انگشتری رو برو میکردک، یک نفر نیت میکرد باز او برو میکردک که برو میکردک، باز یک نفر شیر میخوان، باز شیر ازی باید در نیت از او سر میخورد. درست بود. منه تایدستی میسی اونم آرشه مکتده و بقیرم که گفته گونه چاردپال یک فرهنگ، یک رسم رواج یا عقیده های زنانه که فقط می مردم جاغوری ادانن. و مثلا از این فرهنگ های دیگه تفاوت فرهنگ ها که بگی، مثلا جاغوری کسته گلیم مفه، بیشتر اونا گلیم مفه، ولی منطقه دیگه مثل بامیان و دایکندی و بعضی مناطق دیگه هزارجات اینا کسته مصروفی چیه؟ قالین بافی. اینا قالین بافه. خب اگر ما بخوایم بحث گسترده کنیم و خیلی دراز بحث کنیم، اینا بحث خیلی طولانیه که ما به عنوان نمونه از امی چاردپال مثلا و دیگه همچنان قالین بافی و گلیم بافی یادآوری کردم. خب اگر ما دوستای رقم فقط ما گویندگی کنم و دخترها بشه دیگه هم شما خسته میشین، هم دخترها آمدن که یک برنامه سرگرمی رقم از ما همراه باشین. خب ما که انتخاب را در دست شما میدیم. من سه برنامه را در نظر دارم. یکی برنامه چستانه و بخش دوم دوستا بلیزه در نظر گرفتم، یکی ما کلمات هزارگی رو میگیم، مطمئنا شما در هزارگیش مفهمین، ولی ادبی به صورت ادبی شما را میگیم که چی معنا میده. و یک بخش دیگه هم که مربوط از من میشه، ولی بخش سرگرمی دو دانه دیگه، اینا رو شما انتخاب کنید که از کدام شروع کنیم. برو آقای از چستان شروع. از چستان شروع نیم.
خب من چستان اولی را از کی بپرسم؟ از بسراقی. از به نظر از من از بانو بپرسم. از اون یک طرف اول دفعه رمزینجی از بانو شروع نمیم. چطور؟ ناز آقای نگفتی کسایی که یاد نداشت باز چیکار کنه؟ آها دوستایی خیلی خوب گپ بود. بسیره جان یادم داد اینالی کسایی که می چستان را جواب نمیدیه یا باید جریمهش نداد. جریمگی از زیرا که اگر چستان را جواب ندین از شهلاقی پرسانیم. شهلاقی اینا چی جریمهش نه؟ چیز خوش دارن که جریمهش نه. نه تو یک چیز بگی دیگه یا خوش داشتش نداشتش. یک چستان بگیر پاست مقابلش درست؟ چستان بگیر یا شیر بگیره شیر هزارگی. خب یا چستان یا شعر هر کدامش را که اینا خواستن بلده شما جواب میگن. خب بانو جان ما چستان میگیم تو بلده از ما جواب بدیم. میگه که رسپونی رسه هرچی دراز کنیم میرسه. کله بانو آقای سرچین گوری دور خورده بید. آره چشم. آفرین چشم دوستا خدا کنه که چستانایی که مد نظر گرفتم خیلی آسان نباشه. اولیش که اینطوری رفت دیگه جواب داد. خب بعدی را از بنفشه جان پرسانیم. بنفشه تا خانه بال خانه سرخ ملا میخوانه. چستان خیلی سخت پرسنده آقای تا خانه بال خانه سرخ ملا میخوانه. سرخ ملا میخوانه. کوشش کنی. میکروفون دوستا شما بلدین شما در کامنت جواب شروع بگین ولی ایره حالی ما بنفشه را جریمه نیم چون گفتن نشه جان نه دو بیتی بگی ما در خدمت. تمام وقت بشینم روبروی تو نگاه کنم گل زیبای روی تو علی جانی از دل پا خوب بگم در دنیا نمیدیم یک تار موی تو. چقدر شیرینی دوستا. تلفظ نه دیگه لهجه خیلی شیرین داره. خب بریم سر نفر بعدی. یک دانه دیگه هم پرسانم. از کی بپرسم؟ از این طرف باید بپرسم. از لیلا آقای بپرسم این دفعه. لیلا آقای میگه که یک دانه یه شطمن پیدا نمیتونی ولی شاید هم بتونی. میگه که خودم در پشت و مویم در دستو. چوتی موی؟ نه چون این پیچیده یک شانس دیگه میدم چوتی موی نمیشه. نقل بلدت بدیم شایه. شایه؟ همین سبت باشه. آفرین موقعی که سبت گفتی ما یک دفعه که بلدت میخوانم تو بگه که چطوری همین سبت رو گفتیم. میگه که خودم در پشت و مویم در دستو. پس همون سبت یالافه که یک دانه بنده کم داره دیگه. آفرین خودی سبت در پشت آدمه و که موی گفته و مو بند شه. هزارگی لهجه هزارگی همیشه با یکی خیلی سوچه ولی پربار و غنیه و که در یک جمله کوتاه معناهای پربار داره. خب دوستا تشکر که این چستان ها را شنیدین و لذت بردین. بریم سری بخش بعدی که این بخش بعدی مربوط خود از من میشه و من میخوایم بلدشم بعضی از ضرب المثل های هزارگی رو بگم که خیلی هم معنای قشنگ داره و خیلی هم جالبه. خب دخترها آمده این بشنوین. ضرب المثل ها جملات کوتاهیه که در داخل از اون جملات کوتاه معناهای بسیار پربار را داره و شما بیننده عزیز هر کدامش خوش آمد میتونین معنایش را در کامنت نوشته کنین یا خودی از امو ضرب المثل که خوش آمد بلده از ما کامنت کنین. دیگه شروع کنیم. میگه که شرشار آو از کجی جویه خورو آرچ خواب باد کنه در سر خود خوب باد نه. خروی کار نصیب شاوی شور آوی پیشخانه دختر من خانه قدر نداره. موگه که داغیل که کس نبود بوز نام خوره کریم داد میده. مرقمی هم از ترستیشه. و یک دنه دیگهش که خیلی معنایش خاصه خیلی البته شاید بلده دیگران نمخون بلده خود از من این خیلی معنای خاص داره. میگه که کل بشی رست بگی. دیگه میگه که مرچک گومیش بانزد پار برنه. خار پشتک چو چخ رو میگه بخملی با چه من.
آواز میدشتون دل خواهی چیم را ما پرنه خدا نجات بده از دل میدگی. دوستای عزیز ضرب المثل های هزارگی تقدیم شما و یک بخش برنامه دیگه هم امروز شما درم دیگه شما از اصلمندی کار بگیرین که این بخش هم قشنگه. خب دخترها رقم که اولم قجقشم گفتم یک بخش دیگه برنامه ما چی بود که ما کلمات هزارگی بلده شما گیم شما معنای ادبیش رو بگین که بعضی نازنینایی که ما رو میبینن ممکنه که اونا دمی لغت های هزارگی نفهمن به او خاطر شاید بلدش جالب تمام شنه ولی امیک معناش بفهمن قشنگه. این بار از آرزو جان ایرا مپرسیم که بلده بیننده مانا کنه ارغای آرزو چی میشه؟ جنگل. آفرین ارغای چی میشه؟ جنگل. دیگه از بصیره مپرسیم بصیره جان امی تیب تیبیه را در ادبی چی میگن؟ قد کوتاه. آفرین تیب تیبیه قد کوتاه. لیلا آقای قرول چیز خواهی میشه؟ قرول آقای هدف. آفرین هدف. آرزو مقصد. خب از ورشمین پرساندیم که ورشمین کلن بیکار منده فقط نظم شما تاخ داره دیگه ورشمین اویرومنده لیگرمنده چیز خواهی میشه؟ میراث مانده. آفرین میراث مانده. آخرین لغت را از بانو پرساندیم بانو الغه چیز خواهی میشه؟ کف دست. آفرین الغه مومگی کفی دست. دوستای نازنین تشکر که تاییدم همراه از ما بودین. تشکر از دخترای نازنین که تاییدم قندقیز قشنگی خود در پالویم بودن و بلده از ما دلگرمی بود و به عنوان آخرین گفته بلده شما بینندای عزیز که بگم و مخصوصا ستاره های هزارستان ما از شما خواهش نم که اینمی روز را هر سال که روز میرسه از این روز پاسداری کن و هویت خورا فراموش نکن. اینمی قشنگی از مو کسته در هویت از مویه در رسم و رواج از مویه و در لهجه و فرهنگ از مویه. تشکر که تاییدم امروز از ما بودین دیگه. روز فرهنگ از رگی اینمی تو رنگی